چپیون حاضر ما با تو یک چیز میگم صدرالدین جون. انا این لنده قند رو برای تو نگاه داشتم. گیر صدرالدین جون، گوش کن صدرالدین جون، یک مصلحت. اگر بچه های مکتب به ترتیبی کنند یا که در باره من یکون گفت قبه زنند، تو زود آمده به من خبر کش. خیلی صدرالدین جون، کمکت کلانتر شوی من تو را خلیفه تعیین بکنم. خوش صدرالدین جون، تو راضی؟ نه، پدرم میگوید که خبرکشی این خصلت بد است. نه، من خبر نمیکشم. تو نادانه میدونی صدرالدین جون، وقتی که من مکتب خون بودم همه قیل و قال بچه ها را یک به یک آمده به مکتب دارم خبر میکشیدم. انا بعد مکتب دار مرا خلیفه تعیین کرد. انا چغیلی که میبینی من خودم حاضر مکتب داشتم. اگر آدم صدرالدین جون به نیت نیک خبر کشد این ثواب است. نه، پدرم میگوید که خبرکش این دشمن خداست. اگر آدم خبر کشد فردا روز قیامت در دوزخ میسوزاند. تو هم چه گفتمی که مرا فردا روز قیامت در دوزخ میسوزانم؟ تو هم چه؟ تو اندر صدقه قان شد تو نیاسته هرگز خلیفه نمیبرد. دوزخت از پدرت پر کرده گفت تو هم چه؟ صدقه لنده قان شوی تو جوانی مرگ. تو هم چه؟ باز من بابا لنده قان دادم که لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام عليكم. نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام خلیفه. خوش پول بریار آفرین بارک الله خلیفه کنی بچه یک کت گذاشته شد. السلام عليكم دوملو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آفرین آفرین بارک الله بچه یک کت شد بچه بارک الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خوش آفرین شین. السلام علیکم دوملو. وعلیکم. چرا یک چینش نمیرسد؟ دوملو جان، پدرم پول همین قدر داشته پگو میگیرم. مایلش بچه یک شید مایلش پگار لیکن حتما بیار. خوش احمد. پدرم میگویم که پول ندارم. گفتم که همین که پول شد میدهم. جوانی مرکز میوردی که نقد سر پرسی. اگر پگاه نهاری من جزایت را میدهم. نه بجایت شید. وعلیکم السلام. آفرین سلمان بچه آفرین بارک الله. خوش صدرالدین جون پول بریا را آورد؟ کنی به من دی. بارک الله صدرالدین جون در وقت پول دادن دست کس را پیش بر نگیره هم می شود. آفرین صدرالدین جان آفرین. الا کلان شوی ملا شوی بای و به دولت شوی به جای قد گذاشته شی صدرالدین جان. بارک الله مرا خرسند کردی صدرالدین جان. السلام علیکم دوملو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خوش آفرین به جای قد گذاشته شی. خوش دست گذاشت. السلام علیکم دوملو جان.
و علیکم السلام. خوش تفرکش. پلی بریا رو آوردی. دوملو جان پدرم گفتم که یک پولی کوچک هم نداریم. چی بودی مرگه که رسی ها؟ نقصد میپرسیدی میمردی ها؟ هم تو پدری تو خصیص بوده است. اگر پگاه نواری من گوش های چپرات رو کنده به دستت میگم. رو بجاید شین. گپ همین بچه. اگر پگاه پول نوارید من به شما دیگر بریا نمیخرم و این بریا های کهنه رو برده به مسجد به طهارت خونه میدیم تا که سزانه و شما دیگر در زمینی نمیشینید و برای بازی کردن یک بریا هم نمیابید. فهمیدید؟ اکنون سبقتون رو خونید. چی میزنی؟ برای چی پول نآوردی؟ چی پدرت برای 8 پول میمود؟ اگر که دامولا بریا نخرد ما با چی کمان بازی میکنیم؟ برای چی میزنی؟ گفتم که همه که پول شد میبیارم دیگر نزن. های جوانی من تو چرا در آنجا پیچر میکنی؟ لطفه با بچه ها سبق یاده کنی؟ ما این سبقتون رو تکرار کرده بگیرید بچه ها. الف ب ت س دو زود خ دو زبر خ تدریزیم خ دو زبر کنی بچه بناسی من بیا کنی. چی؟ کنی سبقتون تکرار کن. الف ب ت س الف ب ت س بارکالله صدرالدین جان. بارکالله. اکنون دوامش را تکرار کن. جیم خ هیرون. الف ب ت س پایانش را تکرار کن. گفتم که پایانش را تکرار کن. پایانش را تکرار کن. تو چه گپ رو نمیفهمی؟ تو اینقدر بچه کن ذهن بودی؟ اما من به تو همین قدر فهموندم نخود که تو حضورا نفهمیدی ها؟ پایانش رو تکرار کن میگم. رو فهمونده جیم خ هیرو. جیم خ ه من این رو میدونم ولی پایانش رو نمیدونم. پایانش همین دیه. را بجایت شین تکرار کن. صدرالدین چرا از دوملو چشم نمیکنی؟ دوملوی ما چشمانش رو نیمتوش کرده خط منویسد ریشش ریشی زمان رو برده میاره. روز گفتی ریشی پوز بری؟ ما یک روز داشتیم خودم او رو تربیه کرده بودم. زمستان قهرتون بود. پدرم او رو کشتنی شد. من گریه کردم ولی پدرم با گریه‌های من نگاه نکرده بوزکم ما رو گفت ای بیچاره بوزکم ریشش ریش دوملو بری. روز گفتی تا جوانی مرد پلی بره یا نواردی باز در آنجا گپ بزنی ها؟ وای دوملو جان دو بگیرم دوملو جان دو بگیرم دیگر رو نکنم دوملو جان سبقتون رو تکرار کنه. کیست در آنجا؟ خلیفه کنی بچم در رو بشو. السلام علیکم تقصیره. و علیکم السلام. تقصیره من این ناز رو گیرید با من دوی دردی گوش دوی دردی سر دوی دردی چشم کشایش نوشته میدادید. بعد بچه ها رو جواب میدادید. باید تنگه من به شما 4 تا دعا نوشته دهم باز علاوه باز بچه ها رو هم جواب دهم. تقصیرم من از خود آبخانه آمدم مرا همسایه همون و شریف بای فرستادن اونقدر التماس کردم
التماس من پای پیاده اومدم نگویی. خیر میلش بچه ها به همه شما جواب تمارهایتان به کدام دست؟ این دوغی همه بندن دخترم کدامش رو به کدام کسر دهی یک با یک شفا میابد تقصیرم من از شما التماس میکردم من چند سال باز فرزند نمیابم از شما التماس میکردم که به من هم یک تمار نوشته میدادید فرزند نمیابید حاضر من دارم فرزند نمیابید خواهش که باشد کنید دخترم کنید نزدیکتر به اینجا شینید و دستکتان رو به من گیرید کنید شرم نکنید دخترم کنید مرحمه به بالای کرده چشینید کنید آفرین کنید دخترم اکنون دستکتان رو به من گیرید کنید شرم نکنید دخترم انا همین در های خوش کنید من بینم کنید کفی دستتون من خوش دخترکم با چند در آمدید؟ با 25 25 های بسم الله الرحمن الرحیم اول خدا دویم پیرها سیم روح و ارواح دست من دست پیرم حضرت بابا طاهر کشایش امدا بسم الله الرحمن الرحیم اول خدا دویم پیرها سیم روح و ارواح دست من دست پیرم حضرت بابا طاهر کشایش امدا کنی دخترکم و من گوین که شوهر دارید یه تقصیرم شوهرم پرتوفته رفت به من زنی بی نسل لازم نیست گفت پرتوفته رفت دخترم کنی برای که دویم خوبتر تحصیل کند کنی روی یکتم رو کشید تقصیرم آخر این روا نیست کن برای دیگران ناروا باشد دخترم برای من روا کنی دخترکم روی یکتم رو کشید های چه حسن و جمال نخود که همین خیلی زنی زیبا و متهم ترک کند های چه حسن و جمال کنی دخترم کنی کنی با اینجا یک کنی دخترک در اینجا هیچ کس نیست بچه ها گای ها رفتن کنی دخترک شرم نکنی دخترک کنی مرحمت کنی همش ناخ میشود دخترم همش ناخ میشود بسم الله الرحمن الرحیم اول خدا دویم پیرها سیم را ارواها دستی من نه دستی حضرتم پیرم حضرت بابا طاهر کشایش این دو شما